اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. هلال احمر افغانی برای 500 خانواده سیلاب زده در مناطق مختلف مرکزی ولایت غزنی 7 قلم مواد غذایی توزیع کرده است. کار ساخت ساختمان اداره نفت و گاز ولایت خوست به ارزش 3 میلیون افغانی آغاز شده است که کار این ساختمان تا 3 ماه آینده تکمیل خواهد شد. شاروالی کابل میگوید کار اعمار پیاده روی سرک شفاخانه ابن سینا الی دروازه لاهوری به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. شرکت انکشاف ملی گفته است مسئولیت استخراج زغال سنگ بلخاب از سوی وزارت معادن و پترولیم به این شرکت سپرده شده و کار استخراج اولیه آن آغاز شده است. با تلاش‌های وزارت امر بالمعروف یک کودک از فروش نجات یافت. در جریان بررسی و تفتیش محیط زیستی مسئولان شاروالی کابل برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوای کابل در مربوطات نواحی مختلف چگونگی فعال بودن فیلتر تصفیه دود، سیستم مرکزگرمی و گرمایش ساختمان‌ها، حمام‌ها و اصناف مختلف به بررسی و نظارت گرفته شد. دی افغانستان بانک می‌خواهد فردا دوشنبه مورخ 25 جدی سال 1401 هجری شمسی 14 میلیون دلار آمریکایی را از طریق داوطلبی به فروش برساند.